سلام، من یه آدم خودشیفتم. ولی خیلی مهربون به نظر میای. آره، دارم نقش بازی میکنم. جدی میگی؟ بله، فهمیدم اگه کلی توجه و محبت کنم و بامزه و جذاب به نظر برسم، میتونم کاری کنم عاشقم شی. خب چرا این کارو میکنی؟ چون اگه عاشقم شی احتمال اینکه ولم کنی کمتره. بعدش میتونم شروع کنم به دروغ گفتن بهت، تحقیر کردنت و کم کم عزت نفست رو له کنم تا بتونم کنترلت کنم. این که خیلی بده. همینطوره، مخصوصا اگه سابقه تروما داشته باشی و یه عادت کرده باشی همیشه خودتو مقصر بدونی، حتی وقتی طرف مقابل داره تو رو نادیده میگیره. این که سوء استفاده است. دقیقاً. آخه چرا؟ چون از طرد شدن میترسم و عزت نفسم خیلی شکننده است و حس ناامنی دارم. برای همین یه دنیای خیالی ساختم که توش من مرکز جهانم و بقیه ازم پایین‌ترن. خب ممنونم که همه اینا رو همین اول گفتی. قبل از اینکه وارد یه رابطه سمی و پیچیده بشیم که سالها بدبختم میکرد.